ما اسلام بگونی درستش تا هنوز نتونستیم برسانیم برای جوانان. اسلام حقیقی و حقوقی و واقعی و چیزی که پیغمبر اسلام، ما الان پیشتر سر منبر به دوستانم تذکر دادم که پیغمبر خدا یهودی همسایش است، خار منداز، اذیتش میکنه، بچه‌ها رو یاد میته، میگه قرسنگ بزنین. نعوذ بالله، زبان انسان بریده بود، به پیغمبر ساحر و جادوگر و کذاب میگفتن، نعوذ بالله. بعد پیغمبر چند روز سرایش خار نمیفته، میگه سراغش میگیره، امو یهودی کجاست؟ میگه یا رسول الله مریض شده، میره عیادتش میره، دیدنش میره. اما ما همسایه‌ام است، جوان مسلمانم است، دوستم است، رگ خونم است، دغم شریکی داریم، ختم قرآن شریکی داریم. ماه محرم که میشه یک منافق پیدا میشه، همه جامعه اسلامی را از هم میپاشه بدون تحقیق. بدون، ما در فقه مایی است که گوسپند فقط در راه خدا ذبح میشه، بدون خدا ما هیچ چیز نمیم. حتی نماز ما میگیم این سنت پیغمبر است، ولی از قربتش از برای خداست. اگر از برای خدا نخوانیم ما به پیغمبر نماز نمیخوانیم. گوسپند ذبح میکنیم در دوره سال، اگر هدف خدا نباشه، الله اکبر نباشه، بسم الله نباشه، ما دیگه گوسپند مام نمیخوریم، حرام است. ولو که قام قرتکش از نگاه فقهی بالا بیاید، حلال بکشه، ولی چون نام الله اکبر نگرفته، بسم الله نگفته، یا در سن بلوغ نبوده قصاب، یا عرض حضور شما شرایطش 12 شرایط از رو بلد نبوده، 12 شرط داره کشتن حیوان، اینا نبوده. من جای تاسف به این میخورم که یک جوان مسلمان وارد میشه در دنیای مجازی، گوشت نظر حرام است، شرک است، نخورین. بعد سال قبلی من یکی از مولوی صاحبا رو دیدم در رسانه در پشت میز نماز جمعه تبلیغ میکرد، این شرک است، نخورین، نظر کسی به نام امام حسین شعله زرد میکنه. او برادر چرا؟ اسلام میگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکین و یتیم و اسیرا. چقدر ثواب داره نان دادن. خود خدا در قرآن تعریف کرده. ماه محرم چی یک فرهنگ خوب است. آقای همایون افغان عزیز، شما خودتان جوان دانشمند بیداری هستین، میدانین در غیر از ایام محرم در دوره سال در کدام دین، در کدام مذهب، در کدام مملکت چنین فرهنگی است. شما برین در کوچه هنوز قیداد است یک مقدار، اگر آزادی باشه شما برین در محله بگردین، به شما جوانای خوشندام با قد قواره زیبا میای او تعارف میکنه، میگه آب بخور، نان میته، غذا میته، در شما را احترام میکنه. خود میخواد تمثیل کنه که من نمیخوایم آدم شوم، من میخوایم اینی فرهنگ پیش ببرم، میخوایم از این درس بگیرم. در این ایام محرم چی سوالا میشه؟ در این ایام محرم برای ما نمیم که کل تذکر و تفکر ما برای زدن نیست. عزاداری ها نوع داره. مثلا خدا انسان خلق کرد، اگر غذا نخوره انسان با می موجودیتش، با می اشرف بودنش از بین میره، تشنگی و گرسنگی. خدا خلق کرد انسان، لباس آفرید، پس انسان خودش فهمید ما باید لباس بپوشم. بدون لباس خود آدم که خلق کرد برهنه بود دیگه، از برگ درخت و اینا این پوشان خود حضرت حوا خلق شد، عورتش همایش گفت بپوشن از برگ اینا، که لباس درست کردن. هر چیز موتر که با ما و شما سوار میشه، موتر تیل کار داره، تیل نباشه. مسائل عزاداری امام حسین یک وسیله کار داره. وسیله عزاداری بر مجلس امام حسین که زمینش ما فراهم کنیم، تیکای سیاه شاعر است که باید نوشته شود، مردم بخوانه، مردم بفهمه که اینی خانه مصیبت دار است، یا در اینی خانه به این نام انسان داخل شود. یک زمینش است. این چیزی نیست که کدام حدیث و آیات قرآن حالا بیای ما بگیم بله این تیکه سیاه ما این آیه قرآن داره، نه. ولی اسباب عزا، هر چیز اسباب داره. اسباب مجلس عزاداری مثل که در اسلام پدر و مادرت مرد میتون لباس سیاه بپوشید تا دوست آشنایت بفهم که آدم عزادار است، ناراحت است. دیگه از این که کی بالاتر از خاندان پیغمبر خدا، که کی بالاتر. آقا قصایتون خیلی زیاد شیرین است.